خب زنی که از همه حرام کرده های خدا دور باشد، اطاعت شوهر کند، با سر و لباس هاش هم رعایت کند، ولی در نمازخانه کم اهمیت میدهد، حالش چی می شود؟ یعنی یک خواهری به دست که از همه حرام کرده های خدا دور، سر و لباسش رعایت. ببینید، یعنی گوییم در همه عملها اجرا کننده فقط یک کمبودی دارد، یک عیب دارد که در نمازش بی پروا است، در نمازش بی اهمیت است. حالی این چی می شود؟ خواهرها و برادرای عزیز، اگر در سوره بقره آیت 208 نگاه کنیم، الله مهربان میگه که حاضر من آیت از قرآن برای شما بیاورم. سوره بقره آیت 208 بینیم. خب آیت دوسته، یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. الله مهربان میگه که ای کسانی که ایمان آوردید، ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. خدای مهربان میگه هرگاهی که شما مقصد در دین می‌درآیین، وقتی که خودتان مسلمان اعلان میکنین، باید شما در دین با پررگی درآیین، یعنی با تمامی قلبهاتان، ببینید با دستهاتان، با زبانهاتان، یعنی باید با یک جایگی در دین داخل شوید. یعنی نمی شود که ما در یک قسم از دینمان رعایت کنیم و در یک قسم دیگرش رعایت نکنیم. الله میگه که نه، باید شما با پررگی در دین درآیید. یعنی همین قرآنی که برادران و خواهران در دست ما هست، ببینید همین قرآن الله مهربان میگه که با همه باید تو ایمان داشته باشی، با همه باید تو عمل کنی. نمی شود که با یکی از اینها مقصد تو از حرامهاش خطا دور بگیری و لیکن در مسئله نمازش تماما اهمیت ندی. الکی مقصد بینین که به اهمیتی در نماز تو که این گناه است، تمام خوبی ها تایبین میبرد. از این لحاظ خواهر خواه برادر نمی شود برادرای عزیز که ما و شما یعنی در یک قسمش عمل کنیم، در یک قسم دیگرش عمل نکنیم. این غیر امکان، این تماما ممکن نیست. الله مراجعت کرد که کسی ایمانی با خدا دارد، یا گفت که ای کسایی که ایمانی با خدا دارین، شما در اسلام با پررگی دارید. یعنی از اسلام با پررگی، یعنی از همه جهتش شما باید عمل کنید. به این خاطر خواهر عزیز، یعنی دیگر کارهای نیکی که داری، یکی از عملهایی که مثلا تو بگذار نماز تا نمیخوانی، مالدار باشی زکات شا نمیتی، مالدار باشی حج نمیکنی، رمضان میاد روزه شا نمیگیری، خب یا در جا میشینی غیبت میکنی، یا در حق یک خواهر برادر بخیلی میکنی، نیکی در برابر ای با دیگر کارهای نیکی دین تا انجام میتی، حالا که اینهاش ثواب اونها را بین میبرن.
برای همین حدالامکان چند قدر ای دستون میاد شما حرکت کنین که همه کارهاتون انجام تید. بابا جان مادرم شراب می نوشد. از همین سبب 2 بار در بیمارخانه بستری کردیم. بعد صحت یافتنش باز نوشید. در نزد مردم سرخم شدم. با مردنم راضی هستم. چی کار کنم؟ چی مصلحت میدهید؟ اکو شما کارتون کردید. هر یک فرزندی که پدرتون عرق نوشه، پدرتون یا مادرتون، بسیاری خواهرها میگه که مادرم خانه مردکای بیگانه میاره. بسیاری برادرای است که میگه پدرم زیناکاره. بسیارش مقصد از همین پدر و مادرها شکایت ها هست که فلان کارها در دست دارن. شما حق دارین که اونها را مقصد دعوت کنین. چخیلی که این خواهر ما برده و مادر مقصد خوابونده به طبابت کرده تا از همین بیماری و از همین راهی بد بگرده، لیکن نشد. مادامی که نشد معناش ایه که شما پیش مردم سرخم نیستین، پیش الله هم شما سرخم نیستین، زیرا که شما آن چیزی را که برای بهبودی مادر شما در کار یا مسئولیت هایی که بزیمه شما خواهرها و برادرها هست در حق پدر و مادرها کرده استید. یعنی خداوند شما را اجر و پاداش داده است. ولی این معنی را ندارد که من بچه ما یک بار گفتم که بچه جان شبگردی نکن، بچه جان ناس و پاپیراس نکش، با همین یک بار گردنم ساقط نمیشه. تا وقتی که همون فرزندم هست من تاکید میکنم، تا وقتی همین مادر زنده من حرکت میکنم. شید انشاءالله خیر جان ما و خیر جان مادری من. نشید اگر من پیش الله پاداش میگیرم، ولی این مادر پدر برای کردش خودش پیش الله مهربان جوابش میگه. بابا جون آیا یگان آیت یا دعایی هست که خوانیم تا در قرآن یا نمازخوانی با شوق شویم؟ یعنی دعایی هست که اگر یا آیتایی هست که ما مقصد همون را اگر بخوانیم نمازخوانیمان یا ذکر گفتنمان زیاد می شود؟ آیا مقصد همین خیلی آیت ها و حدیث ها هست؟ بله هست. شما آیت الکرسی را بسیار بخوانین و در همین ظرف آب همه را صوف کنین. هر باری که آیت الکرسی را میخوانی صوف کن. 10 بار میخوانیش، 20 بار میخوانیش، همه را بنوش. یا در دست صوف کن، در بدنت بمان. یا سوره اخلاص، یعنی سوره قل هو الله احد، چند باری که میتونی بخوان. یا معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، چند باری میتونی بخوان. یا سوره فاتحه، الحمدلله رب العالمین. انا این ها را گفتگی ما بخوان، در همین آب صوف که بنوش یا در دست صوف که در بدنت بمان. انشاءالله در تو انمون ذوق نماز خواندن، انمون ذوق ذکر گفتن خیلی زیاد می شود. الله مهربان بازم محبت و میل هاتون به دین خدا زیاد کنه. آمین یا رب العالمین.